با یه لحن تندی صدام کرد و گفت چه خبرته؟ مگه پسری؟ یه کمی آرومتر. نصف و نیم خنده هم قطع کردم. بغض بی اجازم قورت دادم. آروم به خودم گفتم راست میگه، من که پسر نیستم، من یه دخترم. من یه دختر آروم گوشی گیرم از جنس دخترک بازی گوش بانشات دیروز که وقتی گلدون حیات خونمون با پرتاب توپم شکست فقط یه چیز شنیدم. مگه پسری؟ دخترش چی بگی کارا؟ من از جنس همون دختریم که وقتی دلش خواست کل خیابون شهر رو با دویدن طی کنه، با حمله نگاه های خشمگین از حرکتی زاد. از جنس تمام دخترای خسته این سرزمین که هر روز ناگفته هاشون تلمبار میشه و هر روز مهر سکوتشون پررنگ‌تر و هر روز نقاب هاشون با طرح لبخندهای اجباری رنگین تر میشه.